کیومرث به پادشاهی رسید و خداوند به او فرزندی عطا کرد، سیامکنا. اما پادشاه را در میان دیوان دشمنی بود کینه‌جو که پسرش را برای کشتن پادشاه آماده می‌نمود. پس هر فرزند در جوانی با یکدیگر به جنگ پرداخته و سیامک کشته شد. کیومرث نوه خویش هوشنگ را به انتقام برانگیخت و او را به میدان نبرد فرستاد. حال که هوشنگ پیروز میدان شده، به جای کیومرث بر تخت نشست. جهاندار هوشنگ با رأی و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی 40، پر از هوش مغز و پر از رای دل. خجسته باد نام ایزد یکتا که به تو ای هوشنگ پادشاهی و سلطنت عطا فرمود. چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی. گرامی باد نام ایزد یکتا و بلند آواز باد نام این سرزمین. امید که پیروزی همیشه همراهمان باشد و یزدان یاورمان. پس پادشاهی کیومرث به دست هوشنگ میرسد تا میراثدار نیایش باشد. او فردی عاقل و ادامه دهنده راه کیومرث است که به گسترش کشاورزی و دامداری و همچنین شهرنشینی بسیار اهمیت میدهد. سلطان معظم، با بنده خویش امری داشتید؟ مکان زیبایی است. بهتر از در اینجا توقف کنیم و لختی بیاساییم. اطاعت امر. اتراق میکنیم. هوشنگ و همراهانش بار گشوده و به استراحت پرداختند، بدون آنکه بدانند در این مکان چه به انتظارشان نشسته است. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیر تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. گرچه قصدمان از ترک قصد سرگرمی نبود، اما زیرکی تو و فراهم کردن این تفریح موجبات انبساط خاطرمان را فراهم و خستگی از جانمان بیرون کرد. چاکر، حاضرم برای کسب رضایت شما جانم را تقدیم کنم. این نابخردان یا از وجود صاحب این کوه خبران، یا جسارت را به حد اعلای خویش رسانده و بر دهانه سکونتگاه ما اتراق کرده. باید درسی در قلب آنها داده و از این کوه روانه دوزخشان سازم. افعی اژدها پیکر تصمیم گرفت تا یکیشان را تار و مار کند. پس در سایه شب به هوشنگ نزدیک شد. قوی شوکتا، بر شما چه می‌گذرد که این چنین حیران و سرگردان؟ فکر میکنم صدای جانوری خطرناک را شنیدم. گرچه او را ندیدم، اما یقین دارم که اینجاست. حضورش را حس میکنم. از پادشاه محافظت کنید. کنار بروید.
این جانور هرچه که هست از ترس و وحشت ما بهره میبرد. باید آموز بجکید. همه سنگ از زمین برگیرید و به سوی او پرتاب کنید. تو هم آنچه را که من دیدم دیدی؟ نه تنها من که گمان میکنم تمام همراهانمان این واقعه را دیده باشند. بالا حضرت. گرچه مار غول پیکر از چنگ هوشنگ و همراهانش نجات یافت، اما به وقوع پیوستن یک حادثه عظیم چشم آنان را روشن و دلهایشان را شاد کرد. چند تکه شاخ و برگ درختان را جدا کرده و نزد من بیاورید. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولیکن زراز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. این تاریخ را در روزنگارها ثبت و به خلایق اعلام نمایید. من هوشنگ شاه شاهان نبیره کیومرث این روز را تا ابد جشن سده می نامم. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. هوشنگ تصمیم میگیرد تا از درون سنگ آهن را استخراج کند و با آن ابزار جنگ و صنعت بسازد. تو را فرمان میدهم که جوانان را بدین کار بگماری و از این موهبت مدد گرفته سلاح و ابزار صنعت فراهم آوری. امر شماست. شاهنشهرا، به دریا نزدیک می شویم. کاش به این چاکر خود می گفتید که چه قصدی از این سفر دارید. بیمان دارم که خطری سرورم را تهدید کند. صبور باش. بنگرید، جهانی از آب در این بخش از سرزمین ما جمع شده، اما مردم ما باید برای قطره‌ای یا چشم بر آسمان داشته باشند یا با زحمت بسیار آن را به دست آورند. حال چه باید کرد؟ باید از کوه پایین آمده و قصر پادشاهی را بر ساحل این دریای بیکران بنا کنیم؟ وقتی که می شود آب را به نزد مردم ببریم، چرا دشواری ساخت بارگاهی دیگر را متحمل شویم؟ مردانی قریبونی انتخاب شدند تا نهرهای بسیار حفر کرده و آب را به روستاها و شهرها بیاورند. به جوی و برود آبها راه کرد، به فرخندگی رنج کوتاه کرد. چراگاه مردم بدان برفزود، فراگند پس تخم و کشت و درود. برنجید پس هر کسی نان خویش، بورزید و بشناخت سامان خویش. شنیدم که عمر هوشنگ به سر آمده، چه کسی تصور میکرد که او بتواند 40 سال بر تخت نشسته و فرمان روایی کند. سالهاست من پهنه این بیان را کفتم تا از دیدگانش بنهم مانم، ولی حال نوبت او به پایان رسیده.
گرچه کشندگان پدرم را با دستهای خود به هلاکت رساندم، اما به خوبی میدانم هنوز اهریمنان و دیوان بسیاری به نابودی نسل ما دلخوشند. وال سخن و وصیت من با تو این است: هرچه در توان داری برای هلاکت دیوان به کار ببند تا ملک و ملت از حضورت بهره یابند. چون خورشید برآید و آفتاب 7 کشور تحت فرمان روایی هوشنگ را روشن سازد، دهورس بر این سرزمین پادشاه است. دهورسی که حالا کار سخت‌تری بر عهده اوست و دیوهای بسیاری در طمع نابودیش.